خب بسم الله الرحمن الرحیم. می امروز باز با ادامه درس گذشته خب ما کجا رو خوانده بودیم؟ لینک بود امی که ال آی بود. یازده یارم خواندیم نه سکونی. خب امروز میایم آی فریم رو میخوانیم. خب سکو چی میگه an iframe embeds another document or approve external content inside a page. Always consider security and privacy when embedding external content. آی فریم کسا خودش یک به شکل از نامش ساخته شده که به شکل یک فریم می باشه که به خاطر کانتنت استفاده میشه. صبر. خب این کسا به خاطر یک کانتنت استفاده میشه. وقتی که شما میخواین مثلا یک وبسایت ایره جور کنین در اون صورت میتونی که چی کنیم استفاده کنیم دیگه. میتونی که اول اینجا یک پیج جور میکنیم. خب صبر کنین. خب اینجا نوشته میکنیم که HTML که نوشته کردم. بعد از او نوشته میکنم که head. بعد از او پایین میم اینجا نوشته میکنه که header پس برز مزرد header پس بسته میکنم. بعد از اون اینجا بگیریم مثلا بادی پس اینجا در پایین بسته میکنم. بعد از اون مثلا اینجا HTML که گرفتم مثلا به شکل چی میتونیم جور کردن میتونیم. خب وقتی که میره جور کردم مثلا کنترل اس میکنم میره ایره که ما کنترل اس کردم دسکتاپ میگیریم. میره در دسکتاپ که گرفتم مثلا ایره نام میتیم به شکل به نام آی فریم میگیریم. میره آی فریم دات HTML ایره سیو میکنم کنترل اس. ایره کنترل اس کردم مکسیمایز میکنم. میره خب ایره که ما مکسیمایز کردم مثلا اینجا مینیمایز میکنم. میرم مینیمایز میکنم سرزی کلیک میگیرم مینیمایز میکنم. آی فریم رایت کلیک میکنم اینجا اوپن ویت این مایکروسافت اینجا کلیک میکنم. سیکنه خوش اومده اینی پیج. عموما استرکچر از این کاست این قسم است. اول چی میگیرین؟ اول آی فریم میگیرین. بعد از شما میتونین که داخل از یک چیز را بیارین. خب مثلا من میخوام که یک تصویر بیارم. خود تصویر بیارم مثلا وبسایت بیارم ویدیو بیارم هر چیزی که بخواین شما اینجا آورده میتونین. ما مثلا سریزی کلیک میکنم باش که اینجا کدام تصویر بیارم. کدام تصویر مثلا این بلال دار جی پی جی را میارم. اول یا آی فریم شما کرییت کنین. خب مثلا من اینجا میام سریزی کلیک میکنم ایره که کلیک کردم اینجا کلیک آی فریم که گرفتین اینجا مثلا میگی ویتش از ایکول تو دبل کوتیشن 400 پیکسل دبل کوتیشن. خب بعد میگیره مثلا هایت از ایکول تو دبل کوتیشن 500 پیکسل میگیره یعنی 400 پیکسل سایز 400 پیکسل دبل کوتیشن. واو برقام رفت. خب 400 پیکسل که من ایره گرفتم. بعد از اون میگم که باردر از ایکول تو دبل کوتیشن 2 پیکسل دبل کوتیشن. آپریتر پس میکنین بسته میکنین. اینجا میایم پس دوباره چی میکنین آی فریم هم بسته میکنین. اینجا یک موضوع که اشتباه شده سرزی کلیک کنین ایره پرس کنین کنترل اس سرزی کلیک کنین بیاین اینجا کلیک کنین به شکل ایمیایه ایسا کنین به شکل چی است؟ به شکل تصویر است. خب من در وبسایت واقعی و قرول نداره. خب
باش که برقرار رفت. خب سعی کنین وقتی که شما ایره جور کردین، مثلا میخوای که یک تصویر در داخل ازی بیارم، اینجا بر شما گفته سعی کنین src is equal to http example dot title وغیره. مثلا من میخوام که دی خودم یک تصویر دیگر بیارم، سرچ کلیک کنین، اینجا بیاین بگین img src is equal to double quotation مثلا بلال dot jpg double quotation ऑपरेटर پس میکنین، بستا میکنین، کنترل اس سرچ کلیک کنین. آمد؟ نامد. بخاطر چی نامد؟ بخاطر از شاید اینجا مشکل جای دیگه باشه. خون bmp.jpg بلال غاز خیر من این bmp.jpg را میارم. خون یک کلیک میکنم، مثلا bmp نوشته میکنین bmp.jpg کنترل اس سریزی کلیک کنین، اینجا به شکلی را بیارین. تو کلان کار شده ای bmp خصوصی دیگه وی او حرفش بزرگ است یار، اسپیل باید متوجه باشین. خب کنترل اس میکنم میره به این شکل و خب صبر بنام چی بودی؟ بنام bmp.jpg خصوصی دیگه مشکل خود نداره. src is equal to bmp.jpg من ذرا ویت تو هایت میدم، خیلی شاید مشکل ویت باشه. weight is equal to صبر weight is equal to double quotation 400 pixel double quotation height is equal to double quotation 400 pixel double quotation control s کنین اینجا به شکل ایره بیارین. خب چطور نمی ایمیج سرسی دی خوب مشکل نیست. آی فریم صبر ورز مزرعت src is equal to https // title नहीं मुश्किल نداری. صبر تو میکنی صبر کنی. خواهم من تصویر یک بار کنترل اکس میکنم بیرون از این میارم که مشکل دیست یاده او سرزی کلیک کنین، اینجا ایره کلیک کنین، اینجا آمد. نہیں خیر مشکل اینجاست که در خود فریم نامد نه اینجا. سعی کنین. خواهم من سرزی کلیک میکنم، این تصویر از این به بالا میارم. خب کنترل اکس ایره کلیک کنین، کنترل وی چیز استفاده میکنیم بی آره ایره کلیک کنترل اس کنین، شاید اونجا تصویر نه خود داخل از این سرزی کلیک بی آره میارم. بی آره نه ایره من کنترل اکس میکنم، اینجا میایم در پایین از این کنترل وی اینجا یک دانه بی آر استفاده میکنم. کنترل اس کنین یا به شکل سرزی کلیک کنین. خب بی او در بالا متی در پایین. خب وقتی که آمد سعی کنم مثلا من میگم که اینی تصویر کس روان باشه، باز بخاطر از این ما مارکیو رو استفاده میکنیم مارکیو. این مارکیو کس حالا عموما استفاده نداره. خود در سابقه شاید در وقت 2000 بیخی سابقه دیگه کدام وقت که استفاده داشته باشه، اگر در غیر زو حالا استفاده نداره. خب سعی که مارکیو آمد، مارکیو که آمد مثلا من سریزی کلیک میکنم میگم از طرف راست به سعی کنین، اینجا یک آپشن است به نام دایرکشن. بگو دایرکشن is equal to double quotation از شکل به شکل از طرف لفت به از طرف چپ کنترل اس کنین را به شکل ایره کلیک کنین. لفت است نی دایرکشن مشکل دایرکشن نمیترس سپیل شاید غلط باشه. ایره کلیک. خب سعی کنین. خواهم direction is equal to double quotation alternate به معنی که مثلا در یک کنج بخوره پس دوباره این طرف بیایه. سرزی کلیک کنین اینجا بیاین به شکل سعی کنین اینجا یک دفعه صبر کنین.
نه رفت نه این طرف سرزی کلیک کنین خو اینجا باش من یک دفعه اسکرول اماونت زیر زیاد کنم اسکرول اماونت مساوی میشه با دبل کوتشن با یک دبل کوتشن اسکرول اماونت به خاطر است مثلا سرعت زیر زیاد میکنه خود سرعت رفت آمد زیر سرزی کلیک کنین به شکل این کار داد نه سرزی کلیک کنین ایره مثلا بی که برش 0.5 کنترل اس کنین ایره 0.5 نه مثلا 5 میتو میره کنترل اس اینجا کلیک کو بگو 5 نه مثلا 20 باشه 20 کنترل اس کنین اینجا سریزی کلیک خب اینجا دایرکشن شاید سپیل ایزی غلط باشه خب دایرکشن alternate سپیلش حتما مشکل داره گنی دیگه کار میته سعی کنید خب میگم وقتی که ما پوینتر رو میارم باید چی شوه استارت شوه نوشته کو که آن ماوس اوور is equal to double کوتشن قوس باز کو اینجا قوس باز نه نو کلیک میکنی که this dot stop قوس باز میکنی قوس بسته میکنی سیمیکالن دبل کوتشن میتین کنترل اس میکنی اینجا سریزی کلیک میگم وقتی که ما پوینتر سریزی میارم باید چی استارت شوه میبینین جای برای چی میشه استارت میشه اگر شما اینجا نوشته کنید که آن ماوس سعی کنین on mouse out is equal to double quotation this dot start قوس بسته سیمیکالن دبل کوتیشن ایره کنترل اس کنین سرزی کلیک کنین یک بار ریفرش کنین سایکا میبینین وقتی که پوینتر میاره استارت میشه که نکنی باز میره ایر چی میگیره به اینا میاد میکنه دایر باش تو کار نمیده خب ما سرزی کلیک میکنم مثلا direction is equal to double quotation از طرف left पे double quotation control s سرزی کلیک کنیم نه سپیلش غلط است تا باش که اینجا ما سرچ کنم خوب که دایرکشن چه قسمیه برز مزرد ساکن خوش ما اینجا غلط نیست نه سپیل غلط است نکنم چیز دیگه مشکلش چی است صبر کنیم direction is equal to double quotation left double quotation control s سريزي click okay click on this button save wow هكا ما يري رايت بيجرم شايد طرف left باشه control s کنیم واو نه مشکل دایرکشن هم نیست خیلی مشکل چیز direction واه صحیح است نیجا direction direction تو باش که من یا اپ استفاده کنم یا داون استفاده میکنم خب اول ما یه چیز هایت ویت میدم خب من این رو پاک میکنم مثلا ویت is equal to double quotation 100% double quotation height is equal to double quotation 100% double quotation direction is equal to double quotation down طرف پایین برا control s click on سرزی کلیک لسه شد خب سعی کنین مثلا اینجا کلیک کو بگو از طرف چی به از طرف لفت به کنترل اس کنین اینجا به شکل ایره کلیک کنین و کلیک طرف رایت بگو به نظر من کلیف چیزی خراب شده کار نمیته نه کار میته فهمیدین ایره ایره چی میگه ایره به شکل اینجا بگو نه ایچی باشه بگو alternate کنترل اس کنین را سرزی کلیک کنین وقتی که میخوره باید شوه پس برا سعی کنین عموما مشکل ده اسپیل است خواه خیر alternate همیست alternate به مشکل استفاده شد خبر خیر عموما ای چیزا کس
سابقه شده خب دیگه گرچه این چیزا استفاده در وبسایت های واقعی حالا نداره خب به خاطر از اینکه در CSS و در جاوا اسکریپت و در HTML در بوتسترپ انیمیشن های آماده است که بیخی قابل تصور نیست خب اونجا به 3 آپشن یا به دو خط کود میتونی که چندین چیز تو به شکل عمومی که برو بیا چی بتین انیمیشن بتین دیگه این موضوع کس بسیار سابقه شده. خیر میگذاریم خوب از این موضوع فقط ما قبل فهمید که ما بنام مارکیوم در اینجا یک چیز موجود است خب موضوع دیگه سعی کنین اینجا HTML entities represent reserved character and symbol command این عموما بس به خاطر کمان و به خاطر سمبول های چیزا استفاده میشه خب مثلا سعی کنیم سریزی کلیک میکنم اینجا میایم اینجا که آمدم شما سریزی کلیک کنین این کس در تگ اسپان گرفته میشه خب اسپان کس یک نوع تگ اضافی است ایره کلیک میکنم ایره عموما کپی میکنم یا سعی کنین end lt semicolon 10 اینجا بیاین p سعی کنین پاراگراف p بگو end lt بتیا alt اینجا سعی کنین خب end lt semicolon end lt semicolon 10 ایره پس دوباره چی میکنیم بسته میکنیم کنترل ایسا کلیک کنین به شکل سرزی کلیک کنین اینجا بیاین پایین بیاین ای به شکل چی آمد عموما اینی دایرکشن آورد خب از ما ایره انشاءالله به CSS بر شما به شکل ای چیز میگم خب این خب از من چند دانه یادم بود خب از یادم رفته اینی کاپی رایت اگر میخواین که بیار این نوشته میکنه end کاپی سیمیکالن خب مثلا سرزی کلیک کنین شما اینجا من تگ اسپان میگیرم اینجا کلیک کو بگو اسپان اینجا بیا بگو end copy semicolon 2010 اسپان چی میکنین باز بسته میکنین کنترل اس کنین سرزی کلیک کنین به شکل ایره کلیک کنین اینجا بیاین کاپی رایت از خوی باشین ایره چی میگه کاپی رایت این من باز در وبسایت های واقعی استفاده میشه خوج بس توسط HTML سال به سال توسط PHP یا کدام لنگویج دیگه دینامیک است عموما ایبای دینامیک باشه که هر سال خودش شو اتومات چینج شوی باز بخاطر زو در اونجا استفاده کردم میتونی این موضوع را کنترل ماینس خب ای چی بود ای بود سمبول کسی میتونید شما سمبول های مختلف استفاده کنین خب ما در پایین میایم موضوع دیگه نویگیشن بار بود که درست ما ایره بر شما به شکل واقعی کار کردم که میتونین توسط زی چی کنین امو نویگیشن بار و مثال واقعی که دادم میتونم اونمو را نویگیشن بار می که استفاده کردم میتونین اینجا خب آپشن دیگه جا به نام دیف است خو یا کارد است کارد انشالله باز شما به خود CSS به شکل عمومی میتونین که یاد بگیرین نظر به اونمو کنتنت و استایل اونمو چیزا مزه میتخوین فقط اینا ما و چیزا به درد نمیخوره دیگه به خاطر اینجا استفاده کردن میتونیم دیگه سعی کنیم اینجا میگه div is a generic block container and span is a generic inline container prefers semantic elements when they describe the content better div کس عموما خودش به نام یک کانتینر یاد میشه خب عموما تمام وبسایت ها که میبینین این کانتنت که هست تمامش در چی میباشه در امی وبسایت های واقعی میباشه وقتی که میخواین که استفاده کنین در اون صورت میتونین که اینجا بیاین خب مثلا شما دیده باشین کارتای در وبسایت های آمازون یا در وبسایت های فروشنده کدام وبسایت ها که مربوط به فروش میشه یا مربوط به باز تجاری میشه عموما در اونجا این چیزا زیاد استفاده میشه سعی کنین ما مثلا اینجا کانتینر نمیگیره عموما دف خود دف کانتینر میگه خب در دف میتونید که شما anything سا پرتین خب مثلا اینجا بیاین بگو دف پس دوباره ما بسته میکنم دیگه در دف اینجا میایم ما باز نوشته میکنم که مثلا خب اینجا ما h2 میگیرم خب چی میگیرم h2 نوشته میکنم که this is my card درست اینجا چی را پس بسته میکنین h2 را ایره که پس بسته کردین سعی کنین این مثال از این را سعی کن وقتی که گرفتیم مثلا اینجا p
لرن اسپن HTML وغیره. سرزی کلیک کو مثلا شما میین اینجا نوشته کنین که اسپن لرن HTML. ایره پس دوباره من اسپن بسته میکنم. خب عموما این کارت واقعی نمیشه. خب کارت واقعی رو تاک شما CSS و بوتسترپ یاد نگیرین جور کردن نمیتونین. سرزی کلیک کنین سکی چی میه ای آمد اما هایت و ویت میره ندادیم. خب ما ایدی و میگیرم مثلا نوشته میگم که weight is equal to double quotation 200 pixel double quotation height is equal to double quotation 300 pixel double quotation. اینجا ما یک بटन هم میگیرم میگم button for example باینا. خب اینجا چیزی میکنین شما بटन پس دوباره بسته میکنین. ایره که بسته کردین بعد از این یک اسپن دیگه مثلا دیگه یا نمیگیرین بگولین HTML for your future. ایره کنترل اس کنین سرزی کلیک به شکل اینجا بیارین. اینجا ای جور شد نه سرزی کلیک میکنم من اینجا یک دانه چیز استفاده میکنم یک دانه بیار استفاده میکنم اینی کودا رو من پاک میکنم. خب ببخشید گمش کس ناقی چیزا گرفته جای کنترل اس شما اینجا میں سے کنین border is equal to double quotation 1 pixel تاکہ border نہ تین معلوم نہ میشه. کنترل اس کنین سرزی کلیک کنین به شکل و border 1 pixel solid block. خیلی باز مجھے وجود کنین CSS دهی که یک کار است که هیچ چیزا داده نمیشه. خب اگر نه دکو چیز مشکل نیست ما میره CSS فقط استفاده میکنم. خب internal CSS مثلا استایل باز میکنم دبل کوچن border double dot 1 pixel solid right سیمیکالن میتونم دبل کوچن کنترل اس میکنم میره سرزی کلیک میکنم به شکل ایمی آیا این چی شد جور شد. ویت ازی چقدر است ویت 200 پیکسل height 300 pixel देखिए खैर बहत्तर चीज़ों का मिला weight 200 pixel height 200 pixel weight the weight मुश्किल नहीं दीजिए weight और height 200 و 300 pixel कूलर ची size दखा अगर मैं जब मिसाल नोश्ता करूँ कि weight double dot weight double بعضی تاگه HTML یا کوره HTML کس بیخی از کار افتاده خب کار نمیده صحیح دیگه من ایرکس میکنم نمیتونم کنترل اس میکنم به شکل استاد ببخشی بسیار زیاد استاد جان اسکرین تا ارفان نمیبینه. ها این خود جوین نیست اینجا استاد اسکرین بخارید من اول وقت من بخاریدم پیغم داوری هر ورځ بحث کی ستا کېدای شي کمپیوټر د مشکل لري استاد برته معلوم میشه ها استاد معلوم میشه با موبایل د کمپیوټر نه ده استاد ولې نو د کمپیوټر نه جوین کېږي نو برقونه نشته هغه وکړه موبایل کې جوړ شه دغه یو ځل بیرته بیا اډمیټ راولې از ما موبایل است استاد ها نه مشکل موبایل نیست مشکل چی است خدا مجبور صحیح ده اوس ښکاري اوس صحیح شو کېدای شي نت دې ضعیف وي او ښکاري اینترنت ولې ضعیف وي سعی کنین ما جا ویتو اینی چیزا رو فقط با چی دادم کوری استفاده کردیم نه استاد اینترنت درې موبایل دی سعی کنین من یه چی کردم ویت زیرا توسط CSS زدم خب به خاطر اینکه به نظر من که کوره HTML اکثریت شالکار نمیده خود اینجا سازی کلیک به شکل چی میشه جور میشه خوی کار دو واقعی نیست خو یک بار باز میگم عموما کار دو واقعی وقتی که جور میکنین شما مجبور هستید که بوتسترپ و CSS یاد داشته باشین در غیر زود دیگه ناممکن است این موضوع هیدر و فوتر و این موضوعات خواندیم نه ما هیدر و نمور میگه فوتر پایین میگه پایین فوتر میشه با چیز صحیح باز میخوانیم خوب اینجا
A typically page can be login. عموما به این شکل وبسایت ها را لینکش روی موضوعات دیگهش جور میشه. خب مثلا هیدرش، فوترش و غیره. هیدر و فوتر بعد انشالله دور سرش عموما بس میشه. خب ضرور نیست که اینجا نقم استنام کنین. موضوع دیگه اینجا فیگر است که شما میتونید چی بیارین؟ تصویر بیارین. دیگه اینی بود گلوبال اتریبیوتس. خب پی آی دی اینترو این موضوعات سعی کنید خوب موضوع دیگه ما اینجا پی داریم یا پاراگراف که میگش سرزی کلیک میکنم. ما در پروگرام وینورد میایم. در پروگرام وینورد که آمدم سرزی کلیک میکنم مساوی رنت اینجا یک پاراگراف نه مثلا 12 پاراگراف میگیرم. خاصه بسته میکنم انتر کنترل ای کنترل سی میکنم. میره سرزی کلیک تاگه پیرم باز میکنم. خب ایره باز کردم اینجا کنترل بی میکنم. سکنین کنترل اس سرزی کلیک میکنم. اینجا میایم بخاطر از این استفاده میکنم. میرم عموما پی کس یا تگ پی خودش به معنی پاراگراف است. خب در وبسایت واقعی عموما فقط پی و پاراگراف استفاده میشه خلاص بخاطر تکست وی و غیره. اگر بخواین که مثلا سکنین اینجا چی کنین یعنی کانتنت از این منظم کنین. خب در اون صورت میتونه که شما اینجا چی کنین یک اتریبیوت برام الیمنت یک دفعه خوانده بدیم. ما میرم نوشته کنیم که align is equal to double quotation justify double quotation control is سرزی کلیک کنین به شکل چی میشه منظم میشه. اگر شما مثلا اینجا بیاین خب سرزی کلیک میکنم مثلا h2 یا h1 اینجا میام h1 چی میکنم پس دوباره بسته میکنم. اینه که بسته کردم یه نوشته کنم که welcome to our website. اینه که نوشته کردین سرزی کلیک کنم align is equal to double quotation center است right است left است و غیره. justify هم از خود justify بنای منظم کردن میگه. کنترل اس کنین را سرزی کلیک کنین. اینه چی میگه alignment یا justify یا پاراگراف که میگه. خب اینجا موضوعات آیدی و کلاسی چیزاست که مربوطه کلش مربوطه سی اس اس میشه. خب دیگه تو کلاس کس خودش یک سلکتور است و آیدی هم خودش یک سلکتور است که در اونجا ان شاء الله توسط زوم میفهمین. یک موضوع دیگه است که اینجا متا چارست از ایکوال تو دبل کوشن یو تی اف است. سکرین ما اینجا میایم این پاراگراف پس ما دوباره چی میکنم پاک میکنم. ایره ما پاک کردم. ایره که پاک کردم اینجا بدری نوشته میکنم. مثلا میگم با وبسایت عمومی کاردان خوش آمدید. خب اینو من کنترل اس میکنم سرزی کلیک میکنم به این شکل سعی کنید اینجا استفاده کردم. اینو که استفاده کردم بعض وقت اینی تکست از کس ایمتن به شکل به شکل نمی خوب به شکل غلط می یعنی میگه شما غلط چیز نوشته کردین. باز به خاطر شما متا چارست استفاده میکنین. متا چارست کسا به خاطر لنگویج هاست. خب مثلا اگر شما در امرای هر لنگویج چی کنین یک تکست دیسپلی بتین اگر عربی باشه مثلا اردو باشه یا کدام زبان دیگه باشه میخواین که یک چیزی را نمایش بتین در پیجتان شما باید متا چارست استفاده کنین. خب بعض وقت چی میته ایرر میته این موضوع. بعضی نوشته میکنین که مثلا سیکم meta char set is equal to double quotation utf hyphen 8 میدین utf hyphen 8 double quotation یه پس بسته میکنین. دیگه میتا چار ست که از بخاطر زبان های مختلف است. وقتی که شما مختلف زبان ها را در یک وبسایت کار میکنین این مجبوری است. خب این را باید بگیرین اگر نگیرین بعض وقت ایرر میته در چی وبسایت واقعی باشه چی نباشه. خب این چی بود متا چارست و این یک است وی پورت این موضوعات دیگه است که ان شاء الله باز د سیسه سرش مکمل بس میشه. خب دیگه ای بود اینی موضوع لیبل خب گفته بودیم نه لیبل مثلا این موضوعات خواندیم پایین میایم ایریا بیسیک بٹن ایریا لیبل کلوز بٹن اینی موضوعات ان شاء الله که فردا سر بس میکنیم. خب دیگه یک چند روز درس دیگه هم در HTML میخوانیم و خلاص میشه. باز اینجا یک آپشن دیگه هم است که ریسپانسیو ایمیج غیر و غیر است. فهمیدین استاد این موضوع را؟ استاد تشکر. اینی موضوعات است. خب
گرچه اینی آپشنها کس مربوط به خود HTML نمیشه خب که یک ریویو سرچ میکنیم که شما موقع بفهمید که این موضوعات موجود است دیگه باز انشالله تمام از این موضوعات در CSS بس میشه ضرورت به اینجا نیست سوال دارین؟ نیستم. خداحافظ.